ببخشید نیسته نود مبارک. باشه عمو اسکندر خودت کنترل. من بیافتم تو به یک وقت که به کونه نشوری اصلا میکنی این کارو. این ویدیو فقط برای شوخی و خنده است و قول میدم تا آخر ویدیو قراره کلی بخندید. سلام دوستای گلم، براتون کلی سوتی خفن آوردم. اینجا آقای مجری تصویر یه نون پر از فلافل رو نشون میده و میگه و اینو که من دیدم یاد این جمله افتادم، اینایی که میگن بار اولمه. داداش منظور چی میتونه باشه جز اون چیز بدی که هممون داریم بهش فکر میکنیم؟ اینم خیلی داغونه. طرف داره زبان عربی درس میده، این پسرم وایساده کنارش تا با جو دادن این ذره برنامه رو جذاب کنه. حالا ببین چه سوتی افتضاحی میدن. مورد بعدی رو شاید دیده باشید. راستی قبلش اینو بگم حتما بشمارید ببینید چند تا از این ویدیوها رو تا حالا دیدید و اگر بالای 30 تاشو دیدید شما خدای اینترنت. اگه بالای 20 تاشو دیدید شما با ویدیوهای روز دنیا آشنایید و اگر